بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام و مسافران عزیز. الحمدلله الله سبحانه و تعالی در این شب مبارک، شب پرفیض پر برکات، الحمدلله، یعنی با شما عزیزان هم صحبت شدن و دیدار یکدیگر دیدن مناسب دید. بسیار به خدای متعال انشاءالله شکر گزار باشیم. انشاءالله عزیزان من، خدا خواهد انشاءالله شما شاهد هستین و امروز قرار داریم در یعنی مسجدی تاج محل نوبنیاد شده ایستاده است. الحمدلله خدا خواهد به یاردم انشاءالله، خدا خواهد مسافرای عزیز و به یاردم انشاءالله دعای خدا خواهد انشاءالله مسافرها، دعای موی سفیدا و دعای انشاءالله مادران و پدران. الحمدلله الله سبحانه و تعالی روز از روز خدا خواهد انشاءالله این مسجد ما را شکل و رنگ دیگر گرفته ساده است. عینا انشاءالله از شهرهای خدا خواهد روس، از سن پترزبورگ، اومسک، تومسک، عزیزان من انشاءالله خدا خواهد گروه شده بچه ها خدا خواهد یعنی پرزده سودیان از سر این شهری سن پترزبورگ مقصود جان که بچه ها خدا خواهد یعنی از تاجیکستان انشاءالله خدا خواهد برادر یعنی در کرته ما 53,000 انشاءالله الحمدلله روبل یعنی پول زدن در کرته ما. البته الله سبحانه و تعالی همه مسافرایی که خدا خواهد دستگیری دارند، خداوند در عمرش و در رزقش و در کسب و کارش انشاءالله خدا خواهد برکاتتان نماید. الله سبحانه و تعالی در گوجه باشن همین یاردم که نای مسجد خدا خواهد پگر روز قیامت انشاءالله در جنت قصرها انشاءالله الله سبحانه و تعالی بنا کند و سعادت ای دنیا و او دنیا انشاءالله خدا سبحانه و تعالی سزاوار بگرداند. دولت های بشمار الله سبحانه و تعالی خدا خواهد عطا کند. بزرگ گفتیان شش چیز را میخورد، یکیش دروغ رزق را میخورد. گفتیان یعنی کسی که بسیار دروغ استفاده میبرد از رزقش عزیزان من زیان میکرد. یکی دیگرش شراب عرق ثواب را نیست میکند. کسانی که انشاءالله خدا خواهد دائم به عرق خوردن و به یعنی شراب نوشیدن انشاءالله حرکت میکند و انشاءالله خدا خواهد ثواباش میخورد. یکی دیگرش توبه گناه را، کسانی که انشاءالله خدا خواهد گناه دارند البته انشاءالله خدا خواهد توبه کنند، همین توبه تمام گناهش خدا خواهد انشاءالله نیست و نابود میگرداند. صدقه بلا را گفتیان، کسانی که انشاءالله خدا خواهد همچنان خیر و احسان کرده میسن، صدقه کرده میسن، انشاءالله خدا خواهد البته بلاها را خدا خواهد دور میکند. یعنی الصدقه ترد البلا و تزید العمر، یعنی صدقه میگه بلا را دور میکند و عمر یعنی پر برکات میکند انشاءالله خدا خواهد. یکی دیگرش غم انشاءالله خدا خواهد آدم را نیست میکند. کسانی که انشاءالله دائم از پی مال و دنیا و مصیبت و دیگر غم های بسیار میکنند، این انسان به هلاکت میرسونده است عزیزان من. یکی دیگرش زنا عمر خدا خواهد انشاءالله میخورد. کدام جوانایی که انشاءالله خدا خواهد زنا میکنند زنک باز هستند، یا کدام زنک بازایی که انشاءالله مردک باز هستند عزیزان من، اینا را عمراشو کوته میشد، از عمراشو الله سبحانه و تعالی برکات میگیرد. برای از این چیزایی که شش چیزی که ذکر کردیم یکیش امروز خدا خواهد انشاءالله چی است؟ یعنی صدقات بلا را خدا خواهد انشاءالله دور میکند. یک انشاءالله خواهر فرزند نداشتین، یعنی یک برادر دیگر یک زن گفت استش که اگر تو فرزندا میشنگی یک مرده را یعنی منه بنش 3 مراتبه کشاده بند یعنی فرزندار میشه. عزیزانی من تا کی به این قول های دروغ باور میکنین انشاءالله خدا خواهد؟ یا که میشنیم که بعضیا خدا خواهد نیاز میگن یک موی زیادتی که در اسلام عزیز ماندن این من شدگی از حرام است. پیغمبر نازنین در حدیث امام بخاری است، یک کودک میگه دید که یک قسم موی سرش گرفته است یک قسم شمونده است. این منع الله عن قضا القضا یبقى بعض رسی و یاخذ بعضها، یعنی بعضی موی سرش میگیره بعضیش میمونه. اینا در شریعت قضا میگه رسول الله من کرده. همین یعنی نیاز میگن میمونن و بعد نیت میکنن که گوسفند فلان پستان، وقتی که انشاءالله همون یعنی نیاز همون محکم میبریدن با یک بعضی یعنی زنه که به بچه میگرفته سو یا که نه این همش دروغ است، همش سبسته است، این شرک است
عزیزانی من. فقط فرزند یگانه الله سبحانه و تعالی مهربان میتید خدا خواهد. این سه چیز بجوز الله تا قیامت من تاکید میکنم که سه چیز بجوز الله کسی دادن میتونه. یکی فرزند، یکی هدایت، شفا را. کسانی که بیمار میشوند شفاشم از الله پرسین خدا خواهد. فرزند ندارین با الله مراجعت کنین ان شاء الله خدا خواهد. البته الله سبحانه و تعالی درگاهش گشاده است. البته شما را یعنی از سبستای این بخشی ها، این دروغ ان شاء الله فریبگر چیزان نه هیچ وقت تکیه نکنین. تکیه به ذات خودش. همین شعاری که یا کن نعبد و یا کن نستعین، ما فقط را عبادت، فقط از یاردم میپرسیم، همین ده باید هر یک ما استوار باشیم و تکیه به ذات الله و چیزی که خدا خواهد میخواهیم، سعادت این دنیا پول و مال و بخت و سعادت و همه چیز، فقط به الله تکیه کرده از الله پرسیم. موافق عقیده ان شاء الله اهل سنت و جماعت، عقیده اسلامی درست میشود عزیزانی من. همیشه صحت باشین، همیشه سلامت باشین، در کجای باشین ان شاء الله در پناه الله حق مهربان باشین. خداوند این خیرایی که چی مالی و چی جانی ان شاء الله میکنین، چی زبانی ان شاء الله دلالت میکنین به دیگر برادرها. کسی که میگه دلالت به خوبی میکند، همون کننده چی گیرد؟ البته دلالت کننده میگیرد. همیشه عزیزانی من شما شاهد هستی خدا خواهد پول شما ذخیره فقط ان شاء الله اکثر همین دنیا و هم آخرت میشد ان شاء الله خدا خواهد. و یعنی صدقاتی که جاری است، یعنی سه چیز گفتن در دنیا خدا خواهد و در دنیا آخرت دستگیر میشد. یکیش ان شاء الله چی است؟ همین صدقات جاریه. و یکی ان شاء الله فرزند ان شاء الله خدا خواهد صالح و یک کدام عالمی که از خودش علم میگذارد و یعنی مردم از علمش فایده میبرد. این سه ان شاء الله امر تا قیامت ان شاء الله، حتی که تا دور مدن جنت ان شاء الله دستگیری این دنیا آخرتی ما و شما میشد. همیشه در پناه باشیم. من یک خواهر ان شاء الله میدونی یک سپشکه ان شاء الله خدا خواهد برای آبادی مسجد ان شاء الله خدا خواهد یعنی هدیه کردن. تقریبا بها کردیم به 10 میلیون خدا خواهد ازبکی ان شاء الله خدا خواهد، یعنی تقریبا 700 دلار ان شاء الله خدا خواهد، یعنی برابر است. الحمدلله. حتی زن هامون هم ان شاء الله فعال هستند. زن هامون هم خداوند بعضی ها برای زیباییش و شوهراشو ان شاء الله هدیه داده سادیان برای ذخیره آخرت، چون که ما هم از مردا عقب نمونیم. تا زن هامون هم ان شاء الله خیر احساناشونه کرده سادیان. الله البته این آندم روز قیامت با همراهی شوهراشو خدا خواهد در این قصرهای پاشانشین در ان شاء الله خدا خواهد یعنی دیوانهای ملایم جنت و ان شاء الله حیات جاودانی و خوشبختانه ان شاء الله زندگی کردنشون از الله حق سبحانه و تعالی خواهان هستیم. عزیزانی من صحبت ما و شما هر روز کن خدا خواهد ادامه میکند. هر روز سوالایی که میغلطد در همین مسجد نوارای شما خدا خواهد جواب دادن حرکت میکنیم. در کجای باشین در امان خدا باشین. همیشه صحت و همیشه سربلندی و خانه آبادی برای شما مسافرای عزیز و برای مهمانانی عزیز و به هموطنان خود سلامی گرم و جوشان آتشین میگن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.